به نام خدا، ضمن عرض سلام خدمت دانش آموزان عزیز و عرض تبریک به مناسبت بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید. خوشتینت هستم، دبیر ریاضی سال 8. لازم می‌دونم که ابتدا چند نکته در مورد این سال تحصیلی با شرایط خاصش خدمتتون عرض کنم. اول اینکه بهتره یک دفتر 80 برگ تهیه کنید و تمام نکات رو اونجا با دقت یادداشت کنیم. یعنی تمام نکاتی رو که ما به صورت ویدیو در اختیار شما قرار میدیم اونجا سعی کنید که یادداشت کنید تا موقع امتحان بتونید اون چیزی که مورد نیازتون هست رو در واقع استفاده کنید. تمارینی که ازتون میخوام در قالب عکس برای من از طریق برنامه شاد میفرستید و خب متناسب با تکالیفی که ازتون میخوام در واقع مستمر شما منظور خواهد شد. خب به طب شما 1 سال از دانش آموزان 7 جلوتر بودید و از اونها بیشتر تجربه دارید در این مورد. اما حالا راجع به آزمونتون هم باید ببینیم که در ادامه چه وضعیتی پیش خواهد آمد که با توجه به اون حالا یا آزمون حضوریه یا غیر حضوری، ولی خب شما باید تمام این نکاتی رو که بهتون گفته میشه به دقت بررسی کنید تا موقع امتحانات هم به مشکل نخورید. الان اگر سوالی رو هم داشتید میتونید از طریق برنامه شاد با من در میون بذارید. خب ما میخوایم فصل اول ریاضی 8 که مربوط میشه به عددهای صحیح و گویا رو شروع کنیم. خب ما یک چیزهایی از سال 7 راجع به اعداد صحیح میدونیم و راجع به عددهای صحیح که چگونه در واقع تشکیل میشن و چه ویژگی هایی دارن، یک سری نکات رو ما آموخته بودیم که کتاب سال 8 اومده با یک سری فعالیت هایی اونها رو برای شما یادآوری کرده. ما گفتیم عددهای صحیح که شامل عدد 0، عدد مثبت و عدد منفی که تا الان شناختیم میشن و خب حرکت هاشون رو روی محور بررسی کردیم. به عنوان مثال اینجا ما میخوایم برای هر حرکت روی محور یک عدد بنویسیم. خب اگر خوب دقت کنیم میبینیم که عدد 1 اینجا 1، 2 و 3 واحد به سمت منفی ها حرکت کرده. پس منفی 3 واحد به سمت منفی ها حرکت کرده. پس در واقع نقطه انتهای اون میشه منفی 2. یعنی اگر 1 رو در واقع منهای 3 کنیم به عدد منفی 2 میرسیم. خب اگر ما در واقع عددهای روی محور رو به طور کامل که تشکیل شده از عدد صحیح رو بنویسیم به این صورت میشه: منفی 1، منفی 2، منفی 3 و منفی 4 که خب میبینیم از منفی 4 ما 2 واحد به سمت مثبت ها حرکت کردیم. بنابراین مثبت 2 حرکت مثبت به منفی 4 اضافه بشه ما رو به نقطه منفی 2 میرسونه و همچنین در این سمت محور ما عدد 3 و عدد 4 رو خواهیم داشت که از عدد 4 منفی 2 واحد حرکت کنیم، یعنی 2 واحد در جهت منفی حرکت کنیم به عدد 2 میرسیم و محور پایینی هم به همین شکل. خب از 40 ما رسیدیم به عدد صحیح 30. پس بنابراین ما منفی 10 واحد حرکت کردیم، یعنی 10 واحد به سمت منفی ها حرکت کردیم. خب اینجا عدد صحیح 20 رو داریم که در واقع در یک طول حرکت دوباره رسیده به خود 20.
بنابراین ما اینجا هیچ حرکتی نداریم. از نقطه 0 هم رسیدیم به نقطه 10. ما اینجا میبینیم که مثبت 10 واحد یا 10 واحد در جهت مثبت ها حرکت کردیم و به عدد 10 رسیدیم، عدد صحیح 10. و اینجا هم میبینیم که محورها 10 تا 10 تا یا جلو رفته یا عقب رفته. پس بنابراین اینجا منفی 10، منفی 20، منفی 30 و منفی 40 هستند که اگر ما از منفی 10 در واقع 30 واحد در جهت منفی ها یعنی منفی 30 واحد حرکت کنیم میرسیم به عدد صحیح منفی 40. خب اما تو فعالیت بعدی از ما خواسته که جدول زیر رو مانند نمونه کامل بکنیم. خب عدد صحیح 6 میدونیم قرینه عدد 30 قرینه عدد 6 منفی 6 قرینه عدد صحیح منفی 4 منفی 4 منفی 4 میشه قرینش که در واقع میدونستیم منفی در منفی میشه یک عدد مثبت یعنی مثبت 4. خب اینجا عدد منفی 7 رو داریم یعنی منفی در منفی میشه مثبت. ما اینو از پارسال خونده بودیم. پس منفی 7 یعنی منفی مثبت 7 یعنی قرینه اون میشه منفی 7. قرینه عدد صحیح 0 خود عدد 0 میشه چون ما میدونیم منفی در 0 هیچ تأثیری نداره. خب چه عدد صحیحی بوده که قرینه شده منفیش؟ درسته، مثبت 8 که یک منفی در این ضرب شده و شده منفی 8. و باز دوباره سوال میکنیم از خودمون چه عددی بوده که قرینش شده عدد 5؟ اون عدد منفی 5 بوده. به همین ترتیب عدد صحیح 3 رو میبینیم که قرینش شده منفی 3. خب ما پارسال راجع به حاصل جمع و تفریق عبارت‌های صحیح یک سری نکاتی رو توضیح داده بودیم. ما میدونستیم که در واقع در جمع و تفریق اعداد صحیح در واقع اگر علامت‌ها شبیه به هم نبود اون دوتا عبارت رو از هم کم می‌کردیم و علامت عدد بزرگتر رو به عنوان علامت جواب انتخاب می‌کردیم و میدونستیم به همین صورت عددی که در واقع علامت ندارن علامتشون میشه مثبت. و ما بیایم با این شروع کنیم. عدد منفی 16 و مثبت 12. خب ما میبینیم که این دوتا عبارت در واقع جمع و تفریق هستن و علامتاشون هم یکی نیست. بنابراین از هم این دوتا رو کم میکنیم که اگر 12 رو از 16 کم کنم عدد 4 به دست میاد. علامت عدد 16 عددیه که خیلی بزرگتره بنابراین در جواب قرار میگیره. خب عبارت بعدی رو میبینیم. این دوتا عبارت هم باز هم علامت نیستن. علامت ابتدا اون دوتا رو کم میکنیم از هم، سپس علامت عدد بزرگتر. خب 12 منهای 8 یعنی 8 رو از 12 کم کنیم هیچ فرقی نمیکنه، میشه 4. و علامت عدد بزرگتر عدد 12 یعنی بین 12 میگیم کدوم بزرگتره؟ عدد 12. بنابراین علامت عدد 12 میشه علامت جواب ما. خب اینجا هم به همین صورت هم علامت نیستن. دوتا عبارت رو از هم کم میکنیم. 9 منهای 3 میشه 6. علامت عدد بزرگتر عدد 9 از اینجا میشه مثبت.
اینجا هم علامتن. اگر دو عبارت هم علامت بودند میاییم دو تا عبارت رو جمع میکنیم. حالا جفت عددا منفی بود یا جفت عددا مثبت بود، عددا رو جمع میکنیم. بعد علامت یکی از اون علامت ها رو در جواب قرار میدیم. خب منفی 8 منفی 4 منهای 8 به علاوه 4 میشه 12 و علامت عدد بزرگتر یا یکی از اون عددا فرقی نمیکنه، میشه منفی. پس ما اینجا یک نکته می نویسیم، میگیم که اگر دو عدد هم علامت بودند توی جمع و تفریق اعداد صحیح ها، اگر دو عدد هم علامت بودند اعداد را با هم جمع کرده و علامت یکی از اعداد را در جواب قرار می‌دهیم. نکته بعدی، حالا در جمع و تفریق اعداد صحیح اگر دو عدد هم علامت نباشند اعداد را از هم کم میکنیم و علامت عدد بزرگتر را به عنوان جواب انتخاب میکنیم یا قرار میدهیم، فرق نمیکنه. اما این قسمت سوال ما میبینیم که ضرب و تقسیم هستش، دیگه جمع و تفریقی ما نداریم اینجا. ضرب و تقسیم، ضرب و تقسیم داستانش فرق میکنه. ما میدونیم در ضرب و تقسیم اعداد صحیح علامت ها در هم ضرب و عدد ها هم در هم ضرب میشن و در جواب قرار داده میشن. خب ما اولا میدونیم عددی که علامت نداره علامتش چیه؟ مثبته، یعنی منفی 3 ضرب در مثبت حرف شده. میدونیم مثبت در منفی میشه منفی 3 میشه 21. منفی در منفی میشه مثبت 8 تقسیم بر 4 میشه 2. منفی در علامتش مثبته، منفی در مثبت میشه منفی و 12 تقسیم بر 2 6. منفی در منفی میشه مثبت و 3 4 تا 12. خب سوال 4 گفته حاصل عبارت ها را با توجه به ترتیب عملیات به دست آورید. ما ترتیب عملیات ها رو از پارسال خوندیم. ما میدونیم که ترتیب عملیات های ریاضی به این صورت هست. 1. اول داخل پرانتز، یعنی اگر ما پرانتزی دیدیم اول داخل اون پرانتزا رو انجام میدیم. مثلا اینجا داخلی ترین پرانتز 8 منهای 9، بعد که جواب 8 منهای 9 به دست آوردیم میریم سراغ پرانتز بزرگتر از اون، همینجور ادامه میدیم تا اون پرانتزه بشه یه عدد. بعد که پرانتز رو انجام دادیم میریم سراغ توان یا جذر، میبینیم آیا توی صورت سوال توان یا جذر داریم، اون رو انجام میدیم. توی قسمت بعدی البته جذر رو در ادامه خواهید خوند، شاید به گوشتون آشنا نباشه. در ادامه میریم سراغ ضرب یا تقسیم از چپ به راست، یعنی میبینیم از چپ به راست اگر ضرب و تقسیم داشتیم فرق نمیکنه، ضرب یا تقسیم.
اگه ضرب بود ضرب، اگه تقسیم بود تقسیم. اون رو از چپ به راست نگاه میکنیم، هر کدوم که بود اون عملیات رو انجام میدیم. و جمع یا تفریق. خیلی خوب، حالا اینجا رو نگاه کنید. ما میبینیم که از چپ به راست ضرب داریم، پس اولویت اول ما اینه که بیایم این دو تا عدد رو در هم ضرب کنیم. یعنی منفی 3 ضرب داره مثبت 5، مثبت در منفی میشه منفی 3 5 تا 15 تا. منفی 8 هم که میاد اینجا میشه حاصل این عبارت که شده منفی 15 و منفی 8 منهای 15 تبدیل شد به یک جمع و تفریق. خب هم علامت هم جمع میکنیم، 15 به اضافه 8 میشه 23. علامت یکی از عددها رو هم قرار میدیم. خب توی این عبارت از چپ به راست ما ببینیم که تقسیم داریم، پس باید اول این دو تا عدد رو انجام بدیم. یعنی منفی 16 تقسیم بر 2، منفی 16 تقسیم بر مثبت 2 میشه منفی در مثبت منفی 16 تقسیم بر 2 8 ضرب در 3 منهای 4. خب حالا دوباره ما از چپ به راست نگاه میکنیم به این عددا، میبینیم از چپ به راست ما چی داریم اینجا؟ بله، ضرب داریم. منفی در مثبت میشه منفی 8 ضرب در 3 میشه 24. حالا جواب نهایی چیه؟ منفی 24 منهای 4. هم علامت هم جمع میکنیم، 24 به اضافه 4 میشه 28 و علامت عدد بزرگتر یا یکی از عددها زمانی که علامت ها یکی هست. خب اینجا میبینیم پرانتز داریم، پس داخلی ترین پرانتز رو انجام میدیم. 8 منهای 9 میشه منفی 1 منهای منفی 1. الان میبینیم این منفیه در عبارتهای داخل پرانتز باید ضرب بشه. خب یه عبارت که ما بیشتر نداریم، پس این منفیه ضرب داره منفی 1 میشه که اینجوری میشه 1 منهای 2 ضرب داره 1 به اضافه 1 که 1 به اضافه 1 میشه مثبت 2. خب حالا پرانتز تکلیفش مشخص شد، میریم سراغ عبارت بعدی. 1 منهای 2 ضرب داره مثبت 2. از چپ به راست ما ببینیم که اولویت اصلی با ضرب یا تقسیمه، اما بعدش جمع و تفریقه. پس منفی 2 ضرب داره مثبت 2 میشه منفی 4. یک هم اینجا داشتیم میاد پایین، پس میشه علامتش هم مثبته. 1 منهای 4 هم علامت نیستن، میایم کم میکنیم عدد رو اصلا. 4 منهای میشه 3 و علامت عدد بزرگتر. پس این شد جواب نهایی. خب اینجا منفی 4 تقسیم بر 4. از چپ به راست ما میبینیم که اول تقسیمه، علامت این مثبت در منفی 4 تقسیم بر 4 1. خب شد منفی 1 منهای 4. اینا رو بازنویسی میکنیم، ضرب در 3. دوباره از چپ به راست ما میبینیم اولویت با ضربه، پس این عدد که عبارتش مثبته میشه مثبت در منفی 3 4 تا 12 تا. منفی 1 هم دوباره میام پایین بازنویسی میکنم. دیگه ما ضرب و تقسیم نداریم، شد جمع و تفریق. خب ترتیب از چپ به راست انجام میدیم، هم علامت جمع میکنیم. 12 و 1 13 علامت عدد بزرگتر که 12 هستش. خب اما این فعالیت گفته عبارت منفی 43 به اضافه 37 منهای 29 را 4 دانش آموز محاسبه کردند. راه حل هر یک رو گفته توضیح بدیم. راه حل علی رو گفته علی اومده چیکار کرده؟ اول منفی 43 رو منهای 29 کرده چون هم علامت بودن این دوتا عدد، بعد اومده با مثبت 37 جمعشون کرده. خب این دوتا عبارت حاصل شده منفی 72، بعد با مثبت 37 جمع کرد. راه حل مجتبی به این صورت بوده که اومده منفی 43 رو گذاشته همونجا مونده، بعد اومده 37 رو منهای 29 کرده، یعنی اول این دوتا رو انجام داده که جوابش شده مثبت
8. منفی 43 به اضافه 8 هم شده منفی 35. اما راه حل مرتضی اینجور بوده که اومده منفی 43 رو به اضافه 37 کرده، یعنی دو تا عدد اول رو حاصلش رو به دست آورده شده منفی 6. بعد اومده منهای 29 کرده، هم علامت بودن، جمع میشن، 29 و 6 میشه 35 و یکی از علامت ها رو اینجا قرار میده. اما راه حل مصطفی اومده دهگان یکان رو جدا کرده، بعد علامتاشون رو کنار هم گذاشته، یعنی از منفی 43 یه منفی 40 یه منفی 3 گذاشته، از مثبت 37 یه مثبت 30 یه مثبت 7 جدا کرده، از منفی 29 یه منفی 20 یه منفی 9 جدا کرده. بعد اومده چیکار کرده؟ عبارت‌های دهگان رو با هم دیگه جمع کرده، یعنی منفی 40 به اضافه 30 منهای 20 شده منفی 30. بعد اومده عبارت‌های یکان رو با هم دیگه جمع یا تفریق کرده، شده منفی 3 به اضافه 7 منهای 9 که حاصل شده منفی 5 و منفی 35. خب سوال کرده ازت شما کدوم راه حل میپسندی؟ چرا؟ یا راه حل دیگه برای پیدا کردن این عبارت سراغ داری یا نه؟ خب شما نگاه کنید، باید در جمع و تفریق عددهای صحیح در واقع اون عددی رو که جواب رندی بهت میده یا ممکنه حذف کنه دو تا عدد صحیح رو اول به دست بیاری، عددت رو کوچیک کنه، بعداً بری سراغ سایر اعداد. یعنی تا اونجایی که ممکنه باید توی عددا ببینی که کدوم راه ممکنه تو رو راحت‌تر به جواب برسونه، اون کار رو انجام میدی. این هم در واقع سلیقه‌ایه، بسته به دیدی که شما با زیاد جمع و تفریق کردن به دست میارید انجام میشه. خب اما کار در کلاس گفته که حاصل عبارت‌های زیر بار روش مورد نظر به دست بیارید. خب اینجا ما میبینیم که منفی 17 به اضافه 14 منهای 13 منهای 19 شده. خب اگر خوب دقت کنیم ما میدونیم که پشت هر عدد باید یک علامت باشه. ما میدونیم منفی اگر پشت پرانتز باشه داخل تمام عوامل اون پرانتز ضرب میشه، یعنی تمام اعداد داخل پرانتز ضرب میشه. الان منفی در منفی 17 ضرب بشه میشه مثبت 17 میشه مثبت 17 به اضافه 14 منهای 13 منهای 19. خب پس ما اینجا دو تا عدد مثبت داریم، بیایم دو تا عدد مثبت ها رو حاصلشون رو به دست بیاریم، این دو تا عدد منفی ها هم حاصلشون رو به دست بیاریم، بعد بیایم با هم دیگه در واقع حاصل نهایی رو به دست بیاریم. خب 17 به اضافه 14 میشه 31 مثبت 31. اما از این طرف میبینیم منفی 13 و منفی 19 هم علامت هم. این دو تا عدد رو با هم دیگه جمع میکنیم که در واقع 19 به اضافه 13 میشه 32. یکی از علامت ها رو میذاریم. میبینید که کار خیلی راحت تر شد. پس 31 هم منهای 32 میدونیم هم علامت نیستن، کم میکنیم و علامت عدد بزرگتر که میشه منفی 1. خیلی راحت ما جواب رو به دست آوردیم. توی سایر تمرین ها هم باید به همین نحو عمل کنیم. اول کافیه که ما بیایم علامت های یک عدد رو تنها کنیم، یعنی اگر چند تا علامت داشته باشیم باید تبدیل به یه علامت کنیم پشت عدد. به عنوان مثال ما داریم منفی 3
به اضافه 2 مثلا. ما میدونیم این منفی پشت پرانتز در تک تک عدد یا عوامل داخل پرانتز ضرب میشه، یعنی منفی در منفی میشه مثبت 3، منفی در مثبت میشه منفی 2، یعنی این حاصلش. اینجا هم به همین صورته، منفی 18 منهای منفی 4 که میشه منفی 18 من به اضافه 4، منفی در منفی میشه مثبت 19. خب الان کار راحت تر شد، الان ما علامت ها رو یکی کردیم، کار راحت تر شد. خب میایم 19 و 4 رو با هم دیگه حاصلش رو به دست میاریم. خب 4 و 19 میشه 23. 23 منهای 18 یعنی منفی 18 به اضافه 23 که هم علامت نیستن، اصلا دیگه کمشون میکنیم. خب 23 منهای 18 میشه 5، علامت عدد بزرگتر هم که مثبت. ببینید چقدر راحت جواب به دست میارم، یعنی که من بیام اول منفی 18 رو به اضافه 4 کنم، حاصلش رو به دست بیارم، بعد به اضافه 19 کنم. از یکی از روش‌ها اینه که شما بیاید علامت‌هایی که عددهایی که علامتشون یکی هستش رو با هم جمع یا تفریق کنید، بعد حاصل رو به طور کلی به دست بیارید. خب اینجا هم به همین صورت ما منفی در منفی داریم که میشه مثبت، یعنی منفی داخل 7 ضرب میشه مثبت 7 منهای 2 مثبت در منفی، یعنی مثبت در داخل منفی 9 ضرب میشه منفی 9. خب ما بیایم این دوتا رو اول به دست بیاریم. منفی 2 منهای 9 میشه هم علامت جمع کنیم، میشه 11، علامت عدد بزرگتر. هم علامت نیستن، کم میکنیم. 11 منهای 7 میشه 4 و علامت عدد بزرگتر که 11 است رو قرار میدیم. خب این رو شما به عنوان تمرین خودتون حل کنید. خب سوال 2 گفته حاصل عبارت 10 به اضافه 3 منهای 7 منهای 2 رو با 2 روش حساب کردیم، کدام درست و کدام نادرسته. 10 به اضافه 3 منهای 7 منهای 2. خب 10 و 3 رو جمع کرده شده 13، بعد منفی 7 و منهای 2 کرده شده منفی 5. ما میدونیم دو عبارتی که هم علامتن جمع میشن، یعنی 7 و 2 میشه 9 نه 5. پس این عبارت غلط هستش و عبارت بعدی صحیحه. خب قبل از انجام دادن محاسبات در عبارت‌های داده شده خوب دقت کنید و با دسته‌بندی مناسب راه ساده‌ای پیدا کنید. راه حل خود را با راه حل‌های دوستانتان مقایسه کنید و آنگاه با ماشین حساب درستی پاسخ خود را به دست بیارید. خوب دقت کنید، به ما یه عبارت این شکلی داده. 2 تا عدد کاملا روند داریم، 3 تا عدد کاملا روند، منفی 40 مثبت 80 و منفی 40. ما میدونیم منفی 40 و منفی 40 میشه منفی 80 و با این مثبت 80 از بین میرن، یعنی از این مثبت 80 ما 40 تا کم کنیم 40 تا میمونه، 40 تا هم در واقع از این 80 کم کنیم هیچی نمیمونه. پس این عددها با هم دیگه صفر میشن، ما میتونیم خط بزنیمش و میمونه 35 منهای 17 که میشه 13. هم علامت نبودن، کم کردیم، علامت عدد بزرگتر رو قرار دادیم.
البته عذرخواهی میکنم 35 منهای 17 میشه 18. خیلی خوب. اما اینجا اگر ما خوب دقت کنیم یه ضرب اینجا میبینیم، مثبت 3 ضرب در 7، 3 هفتا که میشه 21، مثبت 21، یه مثبت 21 اینجا داریم، یه منفی 21 اینجا داریم، این دو تا با هم خط میخونن و منفی 32 منهای منفی 32 به اضافه 12 که خب اگر حاصلش رو به دست بیاریم میشه منفی 20. به چه صورت؟ به این صورت که این دوتا هم علامت نیستن، یکی از هم دیگه کم میکنیم و علامت عدد بزرگتر رو قرار میدیم که میشه منفی 20. خب اما یه داستان خیلی جالبی که در ریاضی وجود داره اینه که یکی از ریاضیدانان بزرگ به نام گاوس در کودکی جمع عددهای از 1 تا 100 رو با یه روش خیلی ابتکاری اومده به دست آورده. اون این کاری رو کرده این بود. خب یه روز معلمشون بهشون گفته که بیایید عدد 1 تا 100 رو جمع کنید و برای اینکه وقتشون رو بگذرونه گفتش که بیایید عدد 1 تا 100 رو جمع کنید. اما کاری که کردن و خیلی هم جالب بود این بود که اومدش یک بار عدد 1 تا 100 رو نوشت و عدد اولی رو با عدد آخری جمع کرد که شد 101. عدد دومی رو هم با عدد یکی مونده با آخری جمع کرد که بازم شد 101. عدد سومی با عدد 3 تا مونده با آخری بازم شد 101. همینجور جمع کرد تا ببینید چند تا عدد وجود داره، یعنی در واقع چند جفت عدد با هم جمع شده، حاصل جمع هر جفت عدد چند تاست و حاصل عبارت رو به دست آورده که با یک روش خیلی مبتکرانه این کار رو در واقع به دست آورده. خب اگر ما خیلی خوب دقت کنیم به این عددهایی که با هم جمع شده، در واقع ما 50 تا عدد 101 داریم که با هم جمع شده، چون اگر خوب دقت کنیم از 1 تا 100 هر کدوم از اعداد 2 به 2 با هم جفت شدن، یعنی 1 و 100 2 و 99 تا میرسیم به عدد وسطی. همینجور ادامه بدیم. خب ما میبینیم که 1 با 100 میشه 101 101 101. ما میبینیم 50 تا عدد با هم جفت شده، 50 تا عدد با هم جفت شده و حاصل جمع هر جفت عدد شده 101. پس ما 50 تا 101 عدد داریم که حاصل این عبارت میشه 50 ضرب در 101 که اگر جمع بکنیم میشه 5050. همین راحتی بدون اینکه شما بیایید دونه دونه عددها رو با هم جمع کنید، این روش ابتکاری منجر به جمع این اعداد شد. خب اما اینجا گفته که حاصل عبارت‌های زیر رو به دست بیارید و روش کار رو هم توضیح بدید. خب ما برای اینکه این حاصل این عبارت رو به دست بیاریم ابتدا یه نگاه کلی به این عددها میندازیم که ببینیم چه عددهایی داریم.
خب اگر خوب دقت کنیم ما میبینیم که 8 منهای 10 در واقع میشه منفی 2. منفی 2 8 منهای 10 میشه منفی 2. این روش ابتکاری ماست. حالا اگه شما روش دیگه به جواب برسی هم هیچ اشکالی نداره. 8 منهای 10 در واقع میشه منفی 2. یه 4 داریم، یه منفی 2 داریم که منفی 2 منفی 2 میشه منفی 4 که با این مثبت 4 صفر میشن، یعنی از بین میرن و میمونه منفی 6 به اضافه 12 که در واقع عبارت منفی 6 باقی میمونه. اما اینجا رو خوب دقت کنید، عددهایی که بینشون پرانتزه در واقع اون عددها در هم ضرب میشن، یعنی 10 منهای 1 که میشه 9 ضرب در 9 منهای 1 که میشه 8 ضرب در 8 منهای 1 که میشه 7. اینجوری همجوری ضرب میشن تا ما میرسیم به 1 منهای 1. یعنی توی اینجا ما یه پرانتزی داریم که در واقع 1 منهای 1 و ما میدونیم 1 منهای 1 میشه 0 و 0 در هر عددی ضرب بشه فرق نمیکنه اون عدد چی باشه، حاصل ما رو 0 میکنه. به همین راحتی این جواب به دست میاد. خب گفته ابتدا در مربع خالی علامت‌های مثبت یا منفی بگذارید، سپس عبارت داده شده رو محاسبه کنید و همه عددهای صحیح ممکن رو که به دست میاد از کوچک به بزرگ مرتب کنید. این هم خب یک تمرینیه که زیاد سخت نیست. شما میتونید اینجا یک بار مثبت بگذارید، اینجا هم مثبت، یک بار میتونید توی اینجا منفی بذارید، اینجا هم منفی بذارید، عبارت رو به دست بیارید. یک بار میتونید اینجا مثبت بذارید، اینجا هم بار منفی بذارید. یک بار هم میتونید اینجا منفی بذارید، اینجا مثبت بذارید و تمام حالت ها رو جوابشون رو به دست بیارید و از کوچیک به بزرگ رو مرتب کنید که این هم به عنوان تمرین برای شما.